وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان تاکنون طرح قانون را درباره پایین بردن مهلت خدمت در ارتش دسترس نکرده است. این هم در حالی است که گفتگوزارها در مورد تهیه پیشنویس لایحه و ارسال آن به پارلمان چند سال به این سو ادامه دارد و بیشتر جوانان سین خدمت را خوشبین کرده بود. جورخان مجیدزاده رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت در پارلمان روز 21 فوریه ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت با ما یگان مواد وارد نیست که مواد ما. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید کاهش دادن مهلت خدمت آموزش عمیق را میخواهد و چنین تصمیم که برای دراز مدت گرفته می شود شتابکاری نمیخواهد. در سمت مثلا کم کردن مهلت خدمت غربی یا به طور شرطنامه‌ای آلترناتیوی گذاشتن، این البته یک وقت معین ضرورت دارد. یکی از برای یک قرار نباید مثلا قبول کرد تا اینکه فرد اون مانع شود. با گفته فریدون محمد علیف در چند سال اخیر توجه جوانان برای خدمت بهتر شده است. طبق تحلیل آنها در سال گذشته 95% نوسکران آنهایی بودند که اختیاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوستند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با گزارش‌های فراوان درباره اجباراً به صف ارتش بردن جوانان 30 سال دعوتی می‌گذرد. هفته پیش دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان در مجلس ملی وجود ابله و ضمن دعوت به ارتش تصدیق کرد. رستم گلوف تحلیلگر جوانی تاجیک میگوید چنین اصول غیر قانونی برای سری وقت پر کردن نقشه استفاده می شود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. تحلیلگران نیز میگویند بیشتر جوانانی که حالا در روسیه مشغول کارهای موسمی هستند تا 30 سالگی به تاجیکستان نمی آیند تا آنها را به زور به خدمت حربی وادار نکنند. در همین حال یک تحقیقات فعالان حقوق بشر در قسم‌های حربی تاجیکستان نشان داده است که نظر به سال پیش صفت غذا و تأمینات معیشی سربازان بهبود یافته، امکانیت شکایت و یا تنقید سربازان از شرایط خدمت هم بهتر شده است. از جمله دلفروز صمد و حقوقدان تاجیک میگوید در یک سال اخیر شکایت والدین سربازان هم در مورد بدرفتاری در ارتش متناسباً کاهش یافته است. تحلیلگر جوان رستم گلوف بهتر شدن وضع در قسم‌های نظامی را به آن ربط می‌دهد که طول چند سال اخیر توجه جامعه شهروندی به این مسئله زیاد شد و وزارت مدافع نیز نظارت را در این زمینه جدی کرد.